امام به شدت با چاپلوسی مخالف بود. آره، به شدت با چاپلوسی مخالف بود. ابوالحسن بنی سعد در طی نامه‌ای به او پیشنهاد کرده بود در اوضاع و احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوونیه و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در خط تولید و فعالیت جنبه معنوی و هیجان آفرین رو جنبه اصلی قرار میده. حاج احمد آقا فرزند آیت الله خمینی از مناسب ترین اشخاص برای تصدی نخست وزیریه، در صورتی که موافقت فرمایید عین ثواب است. اما آیت الله خمینی جواب داده بود بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر میتواند خدمت کند. روز رأیگیری آری یا نه بود، روزی که مردم باید بین جمهوری اسلامی و یا نظام‌های دیگر یکی را انتخاب می‌کردند. جمعیت زیادی از مردم برای دیدن رأی او در یکی از حوزه‌های انتخابی قم جمع شده بودند. ازدحام آنقدر زیاد بود که او نتوانست از خودرو پایین بیاید و فرایند رأیگیری و دادن شناسنامه و گرفتن برگه و انداختن رأی آری در صندوق را از همان پنجره اتومبیل انجام داد. برای همین خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران نتوانستند تصاویر خوبی از آن صحنه تاریخی ثبت کنند. آنها درخواست کردند که او دوباره رأی بیاندازد، اما او گفت من یک نفر هستم و یک بار رأی دادم و بیش از یک بار حق این کار را ندارم. آیت الله خمینی به رأی مردم احترام می‌گذاشت، حتی اگر نظرش چیز دیگری بود. با وجود عشق به اهل بیت هرگز نذاشت در حضورش مداحی در بزرگی و عظمت خودش بگن و گفت من نیازی به چاپلوسی ندارم. پس از انقلاب یکی از ثروتمندان عرب پیشنهاد 100 میلیون دلاری به او داد. امام پاسخ داد برای من یک لقمه نان جوین با نمک کافی. در اوج مبارزه وقتی برخی به شاه فحش میدادند فتوا داد فحش به ظالم حرام است، باید منطقی افشاگری کرد.